در شهر کولوب آمادگی ها به پیشواز رئیس جمهور امام علی رحمان ادامه دارد و مشاورش اسدالله رحمان نیز به اینجا آمده است. روز 4 اکتبر در کولوب در حضور رئیس جمهور از نشان دولتی پرده می بردارند و انشاءات دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد. در آستانه سفر رئیس جمهور کولوب را پاکیزه و گلکاری کردند و در اطراف نشان ملی که چند پیش قامت افراخت جو کاشتند تا سرسبز نماید. مقامات میگویند بعد خشکیدن جو اینجا سبزی واقعی کشت میکنند تا چمنزار واقعی و همیشه سبز شود. ایده شتابکاری مقامات و کشت کردن جو در اطراف نشان ملی را کاری نادرست نامیدند. جو در 2 روز 3 روز نش دادن میبرد، سبز میشد زمین. این بخاطر همون فریب کردن نظری همون مهمونی که اون را پیشواز میگیرند. در گذشته هم در کولوب برای آباد و سرسبز نشان دادن شهر مقامات در کوچه و گلگشت ها جو کشت کردند که در مدت کوتاه می سبزد و هم زود خشک می شود. اما امسال کولوب نظر به گذشته سرسبز و زیباتر است و کوچه هایش هم بعد از چندین سال چراغان شد، ولی آبادسازی بی تلفات نبود، چون هنگام نصب پرچم یک کارمند اداره آبادانی شهر را نیروی برق زد و کشت و هم قرارگاه چکن، یگانه شرکت چکن دوزی در کولوب را ویران کردند و کارگرانش را هم بیکار ماندند.